سلام، من آرمان اسکویی هستم و خوش اومدید به 4مین ویدیو یوتیوب من. همینطور که میدونید 4 ماه تصمیم گرفتم $100,000 پول به دست بیارم و هر کاری بابت به دست آوردن این کار انجام میدم توی پیج اینستاگرامم به صورت روزانه پستاشو میذارم و مراحل کارهایی که انجام میدم و توی این پیج توضیح میدم. چند وقت پیش داشتم کامنت ها رو میخوندم که یه نفر کامنت گذاشته بود اگه سیگار بفروشی زودتر پولدار میشی. اینطوریاست؟ پس میریم سیگار بفروشیم. پس من رفتم هاشمیه که سیگار بفروشم. آقا ما اومدیم که تو هاشمیه سیگار بفروشیم، مسئله سیگار رو باز میکنیم و دیگه شروع میکنیم. اینم دلیلش این بود که یکی کامنت گذاشته بود دور سیگارتو بفروش. اومدیم سیگار بفروشیم. ولی من میدونم که اینا یک هفته دیگه منو فراموش میکنن. اگر بعد از رکورد کردن این ویدیو منو ندیدی پیجم اسلامی فالو کنید دیگه. ما داریم زحمت میکشیم، چرا فالو نمی‌کنید؟ سیگار نمیخواید؟ ما سیگار نمیخوای؟ چی میخوای؟ وینستون میخوای؟ سی قابلس هم نداره، یکم گرون فروشم. چه؟ کارتخون نداره؟ دنس کرد جون ما نداریم؟ من نقدی ندارم. کارت به کارت میتونی بکنی آنها؟ نه نگاه کن چالشه. چالشه این استوی. سلام. نقدی نداری؟ نه بخدا. چون اومدی اولین نفری میخوای ازم بخری هدیه من بشون. نه عزیزم. نه اصلا. آقا چالشه. امکان نداره. اصلا امکان نداره. آقا دنبالت میام. نه خب نمیخوام. آقا اولین نفری دوست دارم هدیه بدم. آقا عزیزم اصلا همین که اومدی ازم مغازه‌مون روبروی میرم نقدی جور میکنم میام. آقا اصلا خوشم اومده بدم دیگه. باشه شکر. آقا بالاخره یه نفر ازمون گرفت و ولی پول نگرفتم دیگه، چون نفر اول بود گفت نقدی ندارم فقط کارت خان. داداش سیگار نمیخوای؟ داداش سیگار نمیخوای؟ آجی ناموسم بگیر دیگه چالشه. حرکت سلام آجی حلال دوی میده اوکرتم. ضبطم میکنی؟ آره اون طرفم واسدن دارم میگیرم. ضبط میکنی؟ این استام وان کش تارگت. آفرین هاش این حرکت تو هاشمی خدای خیلی جواب. داداش کارت خون نداره. خود کارت به کارت کن آنلاین. ندارم منم. میخوای آوربانک بگیر من هستم، تو صبح هستم اینا رو بفروشی. شاکی دمتون گرم واسه جان. سی میدم گرون فروشم. خب چند میخری همیشه؟ خب بده 25 بده من اینا رو آب کنم برم دیگه، چالشم قابلم نداره داداش. شاکی اولترا لایت تقدیم شما. چاکریم داداش، مخلصیم، خدا بده برکت. چاکریم، خدا بده برکت. سیگار میخوای؟ چی؟ سیگار بینستون. چی؟ بینستون سی. باریک داری؟ ندارم باریک. خدا هم باریک نوکرتم. مرسی. همین که اومدی جلو دمت یه بسته بهم بدادم. کارتخوان ندارم. میتونی آنلاین بزنیم؟ آره. لایت اولترا. تقدیم شما. آقا بگی که بسته جومد الان منو میگیره. کارت رو بگو. 67 99 17 501 الان میذارم. بینستون میخوای من اینا؟ کامل نداری؟ کامل ندارم، گیرم نیومد امشب. خواستم نگیرم نبود تو بازار. کردم یه لحظه از دو دینا کامل سفید. مگناه. نمیگم. نوکرتم. داداش چرا هم من سیگار نمیخریم؟ سیگار لازم نداریم. بخرین دیگه، گناه دارم. دست آخرشه بخر برم عمو. دیدی من آخه میگه
زیر شیشه کریستال بمیشی داداش هست میخوای بدم یه اینجاست گوپرو چی رو سره دریانش چالشه آقا همینجا واسه نه آجی آنلاین بزنید زحمت شد واسه آقا فکر کنم میخوای شماره کارت هم بدم نگاه یا آقا واسه ما بزون نگاه پاره نکنیم ما چیزی نداریم آقا بدید که ما فردا اینو همشه بیا بیا برو دو نخل بعد برو جای اون ما باشه برو اینستاگرام بریم اینستاگرام یه جام فالو کن چالش هستن یه عکس بگیر تگم کن ساعت 1:22 تازه صدا رو رکورد کردم. سیگار نمی‌خورم. سیگار نمی‌خورم. بخیر سریع تموم شد در خونه. قابل نداره. چند می‌خری از این؟ ندارم. آنلاین بزن، نقدی بده. هر کی وایساد گرفت تو بهش رو زیر قیمت دسته اینقدر بدون سیگار عرق بده بیا واسه میکنیم 350 میکنیم خوب ما میکنیم خودم دارم به تو برم بمون پاشمر بعد عرق بعدی بگی خانومی قربونت بشم یکی عزیز دلم نه داداش سیگار میخوای اشتباهی تو کیرته میبینی خاله بگو اینم بگیر حالا بعد یه بستر سریع از سکونت دریار خوب رفتیم سریع دریار داداش چیز کن سیگار سیگارش خوشکشه به خدا نه دیگه نه تو دنبال سریع بستر رو بگو تو کنش چرا مبتکی سیگار رو داری میدی بره یه راستی بخرم دقیقا برو میره قیمت بده برو دختر نگهش میدونیم یه سفر 500,000 خواهیم بیام برات بفروشم بعد بسیجی اومد نگاه کن بسیجی اومد این پردی کنه خدا اومد کنش من رفتم فقط اینو بهت بگم سیگار یه سیگار میخوای؟ ارزون میدم سیگارش خوشکشه به خدا نگاه کن یه سون برو بزن آبرباک یادداشت کن بزن آبرباک فقط برد نگاه فردا به پس فردا لایت جونسلا خوبه 67 خب 99 بده یک پاکت دیگه
32. تو بیا یه نفر داره امتحان کنم مجبور نه فیکس جهاز سرویس به سیگار بدم نه فقط مشت سیگار بدم بهش سیگار بدم بهش سیگار بدم چه تش بالاست بهش سیگار بدم سیگار بدم بازار نیست هاجی بهش سیگار بدم بهش سیگار بدم باید چند میرسه 30 یه ذره میای جلو ندارم آنلاین بزن یه لحظه قابلت هم نداره گرفتم اولترا یا لایت لایت شما قابلت هم نداشته باشم دارش یه عکس بگیری؟ بس سیگار بدم بس سیگار بدم عکس بگیر سایم شالشه من اصلا موشنده نیست داشت نخی بده ده جان نخی به من بدی؟ سیگار بدی چی میشه؟ اوکی آخریش هم بگیری رفتم حاجی شما میخوای سیگار بپوشی به این عجب آخری نه با ما کار نداری 86 80 همه تو رو دوست دارم هر کسی که داری ویدیو واسه ما کن باشه خیلی جوابه نه سیگار نمیخواد و در انتها باید بگم که نصف سیگارا رو تونستم بفروشم و مبلغی که به دست آوردم حدوداً 300-350 تومن بود که میتونم بگم 60,000 تومنش سود بود و حدوداً 6 ساعت من اونجا وقت گذاشتم، یعنی ساعتی 10,000 تومن. چرا این کامنتو گذاشتی آخه؟ چرا آخه فکر کردی با سیگار فروختن میشه پولدار شد؟ لامصب. اگر شما فکر میکنید که شغلی وجود داره که منو میتونه پولدارم کنه، حتما توی کامنت ها به معرفی کنید، قطعا امتحانش میکنم. و اگه میخوای بدونی که من دارم چیکار میکنم که پولدار شم و چه کارهای حاضرم انجام بدم، حتما سابسکرایب کن و این ویدیو رو هم لایک کن.